آقا من تو کل زندگیم هر موقع رفتم کافه یا رستوران همیشه چیزی انتخاب کردم که قبلا خوردم و اگه منوی یه کافه از 200,000 تومان شروع شده تا مثلا 1 میلیون، همیشه من ته خریدم شده 300,000 تومان. ولی امروز فرق داره، می‌خوایم هزینه کنیم. از اونجایی که ویدیو قراره تجربه چیزایی چند میدی به غذایی که قراره بخوری؟ میدم. و از اونجایی که قراره چیزای جدید امتحان کنیم، این ویدیو خیلی پر جمعیته. آرمینو داریم، صبحان و امین که از دوستم هستی. صبحان هر موقع میخوام بگیم کی قراره بیاد، ما مثلا مانی میگم مانی کی قراره بیاد؟ صبحانه بعد میگیم بابا به شام بگو بیاد. صبحانه نهار شام سه بعد غذا صبحانه. چون دفعه اول داریم با هم ویدیو میگیریم، من میخوام این دوتا رو بهتون معرفی کنم. ببین مانی خنده دارترین چیز تو عمرت هم بگی نمیخنده، پوکر بهت نگاه میکنه. علی هم ممکنه یه حرف کوچیک ساده بزنی همونو ازت سوتی بگیره، 1 ماه با همون به تیکه بندازه. منم که اوکی، من بیازارم. نه کلا حرف نمیزنه. بریم دوباره ترولشون کنیم. آقا وارد آسانسور شدیم. بسه هانی چی شد؟ رید سوار نشد میره تو حاجی. رستوران عجیبی ماتریکس داریم، ماتریکس خارج میشیم بچه. ای بلدی آهنگ داره. برسیم شناختمون گفتن ما شما رو میخوایم مثلا وی آی پی بریم. بره همین عادی تا حالا رد شد. خب آقا بریم منو رو باز کنیم ببینیم چی داره. همون شد. نه آجی چه منوی گنده ای داره. خب یه دونه ویسکی بیاره دیگه. بچه‌ها اینجا واسهتونم کرم گذاشتم. آجی اینا رو من صبح چیه چه بوی خوبی میگیری؟ ترکیبش کردی با اون؟ کرم ژلرسون حاوی روغن هسته انگور آری اوکی. برندشه آری اوکی اسم برند. خب از نوشیدنی شروع کنیم. 90% منوش برای من جدیده. داداش کل منوش برمجه. معلوم نیست منوی جدیده. کل شما رو نمیدونم. نصف اینایی که زنگ خونه ما رو میزنن یا منم یا باز کن. معلوم نیست این اسم جدیده. نظرت راجع به منو تا الان منوی این نوشیدنی؟ منو نوشیدنی رو من تا الان داشتم میدیدم. یه چی سفارش دادم. من چون عاشق بتمنم، خب یعنی نه از بتمن بدم بیاد، میخوام حریف بتمن یعنی دشمن بتمن جوکر بخوری. جوکر پنسی بخورم. 195. ببین من چون حالت شراب‌خور خیلی دوست دارم، جولی تو انتخاب کردم. 235,000 تومان. پرشین بلو 175 تومن دارم میگم. برای نوشیدنی من یه چیزی فقط از عکسش خوشم اومد که نمیگم چه رنگی بود، ولی اسمش کیوگیرینه که فهمیدید چه رنگیه. آبیه یعنی؟ آره. نه خاکستری. 189,000 تومان. تیکی تامارین چند؟ میگیرم 165 تومان. چیه محتویاتش؟ اساره تمر هندی سیروپ اساره است داداش. اساره. برادر خارج بوده. من لاپو لاپو گرفتم، ظرفش جالب بود، کوره موز 175 تومان. مرسی. فراپاچینو 149. وسط باشه وسط. ای فیوریت منه خیلی. این اسمش چیه؟ شیک جوکر من نمیدونم. فراپاچینو اون جوکر جوکر ری جینا میخورم. آره دیگه گلش خوردنی. آره بدم بخور. آره دیگه گلش خوردنی. وات این جایزمونه. خب این تلخه. خب اسپرسو گلد. هر کی بدترین نوشیدنی رو سفارش داده باشه اینو باید بخوره. نمکه. شیک نسکافه. گاده مزه بلوبری میده. بلوبری. آقای فینیکس رو میده، بازیگر جوکر. نمکه؟ چیز خوبیه. آجی واقعا خوشمزه. مزه جدید داشت برا. واقعا نمیتونم توصیفش کنم. پرشین بلو. البته چنده؟ جدیده. بچه این ویدیو رو دیدیم، نقد و بررسی یه چیز شرک. مزه فیونا رو میده. مزه خیار و آناناس میده. موهات چرا اینجاست رفیق؟ بیا اینجا. خیلی خفنه. میخوایم یه بارم شده با کلاس باشیم و برای همدیگه رو نخوریم و هر کی برای خودش رو بخوره. ما میخورم آقا بزنم تو چیه؟ بدترین
اینو اون بود ولی علی حاجی ولی این گاد بود خدایی. چه مزه‌ای بود اصلا چی هست؟ خاویار مصنوعی. شکلات. نه دیگه تو حق نداری. داداش اینو باید بخوری. گوش با اینو بزن. برو بالا. کلش من بریم بالا. بچه این دیدید دخترای اینجاشون چیز میزنن گلیتره چی اسمش؟ آره. نوشیدنی واقعا خدا بود. من همه رو تایید میکنم. بریم برای شام. بچه‌ها انتخاب کنید یه چیزی که نخوردین تا حالا جدیده براتون. به من این چیزی که تا حالا نخوردم استیک شورت ریب بعد قیمتش هم 780 تومن. حالا شورت ریب من خواستم. شورت ریپو زد دیگه برای آرمینی. پالتیا دمانزو. چی؟ پالتیا دمانزو نمیدونم چیه. چه قیمت؟ نه گوشه. قیمتش چنده؟ قیمت 960. بابا من اومدم تالتیا بزنم. دو تا از انتخاب. من یه دونه ریپای استیک بخورم قیمت 1015 تومن. 1,015,000. بابا 315 تومنه. آقا من تمپورا میگو رایس سفارش میدم. قیمت 650. مرسی. همه واسه من چی برداشتن سفارش دادن؟ استیک مستیک. من میخوام یه چیز متفاوت. شورت ریپ برگر با قیمت 680. آقا از اونجایی که همتون برداشتین استیک ها رو سفارش دادین و اینا، من یه چیزی انتخاب کردم به نام کسرول ترکی هنوری. آقا فوش نده یوتیوب بند میکنه. قیمت 429. وقتی میبینی همه بالا 1 تومن میخوام ارزون در بیاد. ببینم میاد میبینی چیه. هیچ می یعنی چی؟ حاجی یه چیزی یارو اومد سفارش بگیره همه اشتباه بگیره اسما رو. داداش در حال که عادی هم اشتباه میگی. یه دونه تمپورا میگو رایس. یه دونه کالتینا دمانزو. استیک تالیاتا دمانزو. استیک شورت ریب. یه استیک شورت ریب. یه دونه شورت ریپ برگر. من یه دونه رب آی استیک. ریبای استیک. خب ربای استیک چی باشه عزیزم؟ ربش دلپذیر. ببین خود ربای استیک حالت عادی خام و نه یکم پخته تا. نه بپخش. و یعنی کسرول تنوری. کسرول تنوری ترکی. اینو نداری؟ داداش تو نخور. من یه غذایی که معروفه رو بهتون پیشنهاد میدم. غذای سرش مرغ شیرازی. نه. تنچین مرغ شیرازی خیلی خوشمزه. نه کلا خاطری شیرازی. من از مثلا عجیب غریب باشه. خودم همین یا تنچین رو بزنم یا سوشی واسط بزنم. برای بقیه شانسی می‌ذاری چرا برای من اینجوری می‌کنی؟ واسه شانسی ندادم اینو احتمال کردم. تو تحچینش تو فریزر آقا کباب شاه پسند واسه شاه غذا بخورم. خب از اونجایی که همتون استیک و اینا سفارش دادین منم کباب شاه پسند سفارش دادم مثل شاه بشینیم بخوریم. آقا کباب شاه پسند ما ریدم گفتم برمن ای چیه؟ استیک. چقدر نسبت به عکسش کوچیکه. اسکم آلرز. پشمام این چقدر خوبه. اینو من نسبت به عکسش داداش میای با هم دوست بشی. اصالت ایرانی پسند. استیک این از این بزرگترم. حساب این فقط یه نون قرار بود اضافه داشته باشه. آقا عشق و حال باشه. وای چه بوی میده. وای کله پاچه میده. بچه علی چون استیک نخور من خب میدونی که مین فیوریت هم استیک. ما کن یه دست بعد چاقو باشه. بابا اصلا دوست ندارم من. گوش کن بوشو نیستم. وایسا نصرت هم یاد میذاره دهن بقیه. اینو بگی خودت. واسه من بزن دهنت. سس. هواپیما با نه نمیخورم. هواپیما گوجه بخوره بده تو دهنم دیگه. او چیزی که انتظار داشتم نیست. یه جوریه. خیلی خوب اصلا بوشو که اصلا خورد مزه بابامو میده. آقا بریم تو کارش. کثیف بازی یا اول بگم لذیذه بیشتر. نرمه ببینم تو دیگه. آقا این واقعا رکب خوردی. عکسش اندازه کشور ایتالیا بود خودش ایرانه. ببین لذیذترین گوشت که می‌خوریم با اینکه کوچیک‌هایی ندارم خیلی لذیذه. شوخی برید آب میشه تو دهن.
حاجی این چیه؟ پولمو پس بدید. خوشمنه من میگو خور نیستم نمیدونم حالا بر بچه ها میکنم خوبه؟ از قبل آماده است چیه؟ میاد بد نیست. باید به یاره بگو سوس مایونز بیارم آجه این واقعا گوش واقعا اسم کنم خیلی بهتره خیلی بهتر از اینه خوبه استیک خورد باشه من خیلی آقا من غذام یه چیز دیگه بود نداشتن مجبور شدم یه چیز تقریبا تکراری بگیرم کباب دیگه حالا یه ساید دیگه است خوشمزه‌ترین کبابی که خوردم ناموسن بذار من میگور تست من غذا دریایی کلا دوست ندارم میگوش گاده دارم از مال نروژ بذار اینو بگیر از این مانی بگیر آجه این چیه؟ نونه این؟ چرا شنکار استیکه نه ما انقدر استیک خوردیم الان قرمه سبزی هم بخوریم میگیم مزه استیک اون مالکی هست همه خوشمزه تر بود. من از مال امین و علی خیلی من برای خودم ای یکی تو بخور اول. میگو چقدر میگو خیلی خوشمزه البته این دیگه بهش نیست نگاش نباید بکنی دقیقا نگاش نکن اندون نزن آمین چطوره؟ بانک کمال خیلی من از همه ارزونتر برداشتم از خیلی چی؟ محمد از همه اردوتره و انتخابش راضیه من از همه گیروتر و ناراضی یعنی چیزی یعنی به قیمت اسم مایونز میارید بریم ها سس مخصوصش هست نه این سوسی آره بیار هم مال پیره چی پس دارم میگم مانی چطوره؟ گاده من اصلا راضیم تو قیمتی هم من نفر دوم من مال علیو بیشتر دوست داشتم جدی چون غذا دادم بعدی از علی گرفتم. من از استیکا برای آرمین رو دوست داشتم میگو اصلا میگوش خوشمزه بود واقعا به نظرم برگردی به عقب اینو سفارش میدی؟ نه با کباب و این تابعی باشه علیستایی با استیکش برگر ساخت اساس اینه عشق و حال به بچه لیستی بچه دمتون گرم عشق دادیم چقدر شد؟ 77000 تومان نه 700 تومن 700 تومن یه تومن بگه 300 تومن آره یه تو چرا خطا میده؟ میخواد رایگان نه بریم من از پوز ثابت بکشم بیارم برام بریم با هم میخوام به عنوان یک شب ریچ بودن و مثلا حالا واقعا حالا ببین معدم اینطوریه که چه گوخوری ها این چیزا به تو هم تخم مرغ تو خب ولی نه خوب این دور از شوخی واقعا نسبت به بقیه رستوران‌های دیگه تهران دیگه به صرفه‌تر و بهتر آیسون اسلامی مناطق من که اندازه یه هفته غذا خوردم دیگه برام خونه ولی حال یه نکرد هفته. با استیکش این بهترین استیکی بود که خوردم بیشون دیالوگ منو گفته شد حاجی یه نفر ازم بپرسه حاجی رفتی رستوران چی خوردی نمیدونم چی بگم واقعا رندوم بچه بیاید من ویدیو رو تموم کنم آقا در کل به من خیلی حال داد یه 12 تا چیز مختلف تست کردم دیگه همه رو میدونم چی به چیه فقط شماره کارتمو میذارم اینجا دنگاتون رو بزنید من بابام رو گاز